دوستان عزیز، سال 1992 بسیار سال وزمین شروع جنگ شهروندی در وقتی فلج شوی حاکمیت کسی را گوش نمیکرد. یگان ساختار و مقامات وجود نداشت. تاجیک کشی سرشیده بود در بعضا شهر نایاب. تاجیک ها را دسته دسته برده میکشد و در همون شب و روز بعدی که انتخاب کردن همین سخنها را ما در همونجا اولین بار خواهی کردم و در وقت تنجی آرامی را آور بودیم، در وقت وزمینی که سر ملت آمده است گیرید، رابری کنید، سروری کنید، تشبسکار باشید، مردم را صاحبی کنید. در روی هم گفتن بعد 2 هفته تو را میکشن. من یک چیز را در میکردم که در امان وقت رابری در کار بود که فدایی ملت باشد، خودش را قربان کند و ملت را سرجم.